satmanın aman 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 hey zamanıdır. از اینجا رویم التماس. چی شد بیاز؟ خوب هستی خواهرم؟ اکا جان التماس از اینجا بر اومده رویم. قصدی سرطان را خم کنه. کسی از جایش نجنبد. عالی. گروه یکم جایتان را مستحکم کنید. گروه دوم از طرف راست حمله کنید. امروز با جلادت شناس می شوی. انتظار شو می آیم فرهاد. کسی از جایش نجنبد. اکای سجید چراغ را خاموش کنه. اکای چی گپ شد؟ نمیدونم ایاز. تو همه رو گرفته به کباب بردادرم. زود درویش احتیاط شو. زود ایاز زود بیروید. خم شوه. فرهاد اینها کیستن؟ چی گپ است؟ نمیدونم گول. سوار دادن رو بس کرده پرم. من گناهکارم. بیاد تمام آرام شد. گذشت. هیچ کس از جایش نجنبد. بیاد احتیاط شد. اکا با من هم سلاح ده. خودت رو حمایه کن ایاز. بیهوده تیر خالی نکن. سرشان رو بنشون گیر. سرشان را. تو خواتیر نشو. کسی که سلاح داشته باشد بیاری بیاید. اگر سجید دیگر سلاح نداره. از آن پدرم هستم و کار میکنم. با یلدیز یکان چیز نشود. گروه سیوم یلدیز را با بیرون برارید. تکرار میکنم یلدیز را با بیرون برارید. اطاعت خبرم اجرا میکنیم. جناب چی میگویی؟ چرا یلدیز برایتان اینقدر مهم است؟ آخر او یک نوشاگرد است. یک وقت تو هم نوشاگرد بودی ظفر. این را فراموش نکن. از پس کارت شو. اومدم. اینجا رو نیز احاطه کردم. احتیاط شو ایاز. آرام شوید. جانا بیاز احتیاط شوید. اما که احتیاط شوید. احتیاط شوه. ایاز التماس احتیاط شوه. فرهاد این جای را نیز احاطه کردم. پرویز تو کپا را محافظت کن. اینجا را باشد ما محافظت میکنه.
درویش احتیاط شو. جناب 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 شما چی تیر خورده؟ درویش من گناهکارم. اورا باز ما غالب شده مزگی جان. این نوبتی نشود. بگیر. این از آن تو. امروز روز تولدت به توفه نمی شود. تشکری زیاد. بیا رفتیم. من کرته‌اتان را رسوا کردم جناب، ببخشید. اگر یک کرته خریدی سولمون صفر می شود. چه می گویی تو؟ خریده نمیتوانم جناب. من تا پگاه زنده نمیمانم. گریختن رو قبول نمی کنم. کرتم رو طلب می کنم. زنده خواهیمون پسرم. من میمیرم. میمیرم. نمیمیری درویش، نمیمیری. زندگی خواهی کرد پسرم. معلوم است. شما دستم رو گیرید. میخواهم که هنگام مردن شما دست مرا بالای دستتان گرفته باشید. خودت رو از دست نده پسر. صحت خواهی شد. تو نجات خواهی یافت. تو چه ها رو پشت سر کردی؟ نه خود این رو نکنی. یاری دهید ببریم. تا رفت حدود آنها تنگ می شود جناب. کمی پس سربازان ما وارد می شوند. درون را دیده می توانی؟ فرهاد سگ در آنجا است. درون بسیار تاریک است جناب. حالا یگان چیز را دیده نمی توانم. جنابی ترسی احوالش چخیل است؟ مرا درباره مادرم دفن کنید. از من راضی شوید. از دست نده. خود را از دست نده. از دست نده پسرم. اشهد الله
بیاخد این ببک چنانه با بدن عبدو برسولو درویش درویش جایت جنت شود دادرم بیاید حیوان ها همه تون بیاید بیاناموس ها تا حال آنها چرا انتظار هستند زفر؟ آنجا یک آدم است، تنها یک آدم. تا حال آن سگ را نکشتند. کمی پس او را نصف میکنیم جناب. تیرش خیلی کم مونده است. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ من در آنجا ژتمی بزرگ را آوردم. تو آیدی تیری چی سخن میرانی؟ و من او را بیارند زفر، و من فرهاد را بیارند زفر، بیارند. التیموس با شما یگان چیز نشود. نمیرید، شما نمیرید. التیموس من طاقت کرده نمیتوانم. گل چند تیری دیگر داری گل؟ همگی 5 تیر مانده است. اکای سجید شما چی؟ این هست، برای این تیر لازم نیست. اکا ما رو تنگ کردن، از اینجا زنده برآمدن نمیتوانه. اکا اومدن ازگی؟ سخت دار ازگی. بین آخرین بر فکر را نبینی، با دهان باید خورد. بعد آن شکر به اینجا می آید، بعد به اینجا، بعد به اینجا، به اینجا. در کجای دکه؟ برای چی امروز نآمده؟ خدایا آنها را نگه دار. نه آیند هم دانم که زنده اند. بس است. کمه انتظار شوه، بسیارتر نزدیک شوند. تنها سرشون را به نشان گیرید. بمانید نزدیک شوند. یا بسم الله. بس است. تحسین پسرم. بس است. جناب تحسین.
فاحشتان منم. منم. بیایید، من اینجا هستم. بیایید. چی گپ است؟ آدم هایم ظفر. در آنجا کسی هست ظفر. ظفر در آنجا کسی هست. او آدمی ما نیست ظفر. گروه چهارم زود به طرف شرق گذارید. زود. فرهاد هم در آنجاست. دیدم. بکشند این سگ را. بکشید این سگ را. کسی به ما یاری میدهد گل؟ این همون است فرهاد. سایه است. برای به ما کمک کردن آمده است. مادامی که همین خیل است او را شرمنده نکنیم. تیرهایمان را خوب استفاده کنیم. یگان تایش را بهبوده نپرانید. یا بسم الله. فرهاد در کجایی؟ فرهاد در کجایی حیوان؟ گروه یکم جواب دهید. در کجایید؟ جواب دهید. فرهاد جگرت را میکنم. فرهاد تو را میکشم. فرهاد صبر کنید. کم مانده است. خدا خواهد نجات میابیم. او کی است ظفر؟ ظفر این آدم کیست؟ چگل پیدا شد این شخص کیست؟ نمیدانم جناب، نمیدانم. اما پس از این قدر زد و خورد تا حال این شخص زنده باشد، پس دل و جگری ما را کنده میگیرد. رفتیم جناب، به قفا میگردیم. چی میگویی حیوان؟ جگر را به من نگو. فرهاد تیری من تمام شد. من هم 2 تیری دیگر دارم. اکا باز 4 نفری دیگر دشمن است. چیکار میکنی؟ خدا بزرگ است. ایاز خدا بزرگ است. تیر نداریم ولی آدم داریم. خدا به شکر. این اشاخیران بود. جناب بیاید رویم. زود از اینجا گریزیم. آوازها پس شد. صدای سلاح به آخر رسید. تیرشان تمام شد. جناب باید از اینجا رویم. ظفر تا حال 2 آدممان زنده است. نابکار اینها هم مردند. پیش درا می رویم. راه گرد.
کسی از جایش نجنبد. آماده باشید. من بیرون رو از نظر میگذرونم. آماده باشید. آماده. تشکر به تو سایه. میدان را خالی کنید. تیاره فرود می آید. شاید این تیاره جنگی باشد. آمد. دایما همین خیل بیمون میلش. چه خیل؟ خورسند خندآور، یعنی بولیدرو. تو حالا مرا نمیشناسی. تو به من فرصت دهی باز چه ها را میبینی؟ کاری میکنم که دردت از جگر یکت میریزد، از جگرش. مرا ببخش پسرم، التماس ببخش. همدردیم را قبول کنید. جناب تحسین در بالا است. جایش جنت شود. دوستان زنده باشند. جایش جنت شود. دوستان زنده باشند. تعزیه ما را قبول کنید. همدردیم را قبول کنید. تعزیه ما را قبول کنید. همدردیم را قبول کنید. بسیار غمگینم. خدا صبر دهد. دوستان زنده باشند دخترم. دوستان زنده باشند. با من یکون خدمت هست. ذره نمیدونم که با شما چه خیلی کمک کنم، اما باور میکنی من هم ذره نمیدونم دخترم. انسان فرزندش را از دست دهد چی کار میکند؟ دردش را در کجا میریزد؟ باور کن من هم نمیدونم. تنها یک دعای خالی است. رئیس اجازه دهید کسی این رو به شما رو دیده باشد زیر پا کنیم. جایشون در کجا باشد ویران کرده آتش زنیم. لازم باشد کوچه ها را احاطه کنیم. امر دهید رئیس. بمیرید گوید میمیریم، کش گوید میکشیم. آرام. میدانم جوان هستید، خونتان آرام نیست. اگر بر ضد ناحقی دهانتان را پوشید هم موشتان آرام نمیستد. لیکن این طور موفق نخواهیم شد. هدف انسان چقدر که درست باشد سببهایش نیز همان قدر درست خواهد شد. درخت خم سایه راست را ندارد. صبر میکنیم. دلمان را به مانند دندانمان پخش کرده صبر میکنیم تا همان وقتی که خدای بزرگ بگوید بنده هایم به پیش. حالا باشد آرام باشد. جناب تحسین، کمی پیش پلیس ها آوردن.
چیزهای درویش است. به من اجازه دهید. امروز مردم مرا برای خود انتخاب کرد درویش. من باشم برای مردمم بپوخیستم. من برای مردمم زندم درویش. من بعد در کتفم نه سنگ بلکه حق، حقوق و حقیقت رو میکشونم. میخوام که تو هم در این راه با من همراه شوی درویش. اگر در پیش قدمتون با من جای باشد جناب، من چه هم میگفتم خدا از شما راضی باشد که مرا سزاوار دانستید. از تو نیز خدا راضی باشد. این تسبیح را بگیر. هرگز دانه هایش را نشمار. وقتی که انسان به دوست داشتهش هدیه ببرد نمی شماریده است. در این راه وقتی که دلتنگ شوی به دست تسبیح را گرفته خدایا صبر بگو. خدایا صبر. خدایا صبر. معنای تسبیح در دل تسبیح گیرنده پنهان شده است. یک روز تنها برای خودم یک روز طلب کردم. اگر آن روز از جتم خارج می شدم این مصیبت به سر ما نمی آمد. شاید امروز درویش زنده می بود. از کجا می دونستیم فرهاد؟ اگر این خیل شدنش رو می دونستیم من به تو یک روی می کردم. با دشمنان مقابلیت نشان دادیم ولی یک شهید دیگر داریم. دلتنگ می شوم. با درد آنها طاقت کردن نمی توانم. بیاس تو اون روز از اینجا رویم. من خود را بد حس میکنم گفته بودی. حتی زود از جایت خیسته بودی. من وای دلت گواهی دادم بیاس جان. حس کردی که حادثه بد رخ میدهد. آها بله. از جناب تحسین چی میخواستم؟ چرا باز او را تعقیب کردند؟ و در اونجا بودنش رو از کجا می دونستند؟ تگ کاسه نیم کاسه است. سنگ ها در جای خود نمیستند. پس از جنازه درویش این حادثه را باید تفتیش کنیم. گل بوی های بدی را حس میکنم. رفتیم به خانه داریم. من باید به تو یک چیز رو بگویم. دیگر طاقت کرده نمیتوانم. پدر از دیروز یگان چیز نخوردید. باید یگان چیز خورید. از همه مهم این سلامتی شماست. چه خیل سلامتی، چه خیل. کاش که میمردم و خلاص میشدم. آخر من شما را نبیفتم پدر. بمیرم هم سر نمیدیم. اگر تو نمی بودی یکسان میشدم، میافتادم. تو کی کلان شدی؟ اصلا من عموما کلان نشدم پدر. خواستم که دائما در بر شما کودک بمانم. سرم را سیله کنید. با دستانتان مرا با آغوش گیرید. خود را داشتن نتوانسته گریه میکنم گفته. دائما کودک ماندن را خواستم. برای آنکه مرد گریه نمیکنند میگفتید. گریه کن،
گریه اصلا مردان میگریستند. چی شد بیاز؟ چی در داری؟ بگو خواهر جان. با چی دیگر طاقت کردن نمیتوانی؟ سببگاری حادثه های دیروز من هستم. من سببکار شدم. تو چه هم میگوی بیاز؟ با سبب تو به سر ما چی هم میامد؟ من به حیات شما وارد شدم چون که من دردی تو رو فهمیدم. وقتی که این همه در روزی تولدی تو شد، تو هم خود را گناهگار شمردی. و یکون چیز تو سبب نشده ای. تو گناه نداری جانم. فراموش کن اینها رو، از یادت برار. فهمیدی؟ خواهرکی مهربانم. با جانان و با تو پدری کرده نتوانستم. من خود چگونه انسان هستم؟ خواهی مرا یک طرف گذارید پدر. با جانان کرده هایتون به نهایت وزنین است. چه خیلی این رو با او روا دیدید؟ آن وقتا جوان جاهل بودیم. فکر کردیم برای او از همه درستش همین است. بعداً به خود آمدم. الکی تیر از کمان جسته بود. تو چرا خود را حساب نمی کنی؟ چرا از گریبان من نمیگیری؟ تو با من چگونه پدر هستی نمیگویی؟ شما یگان چیز را میدانید که این خیل کرده اید. اگر گذشته را پرسجو کنیم من با پا خسته نمیتوانم. من امروز شما را با دهان پر پدر میگویم. همین برایم کفایه است. اگر تو آدم نمیشوی گوید هم راضیم. امروز تو آدم شده ای. آدم شده ای که دلم رو تنها نزد تو خالی میکنم. مرهم مالیدن تو رو انتظار هستم. سواش؟ سواش در اینجا چی کار میکنی؟ اکای سواش مکتبمون رو نجات میداد از معلمه بیاز. حتی پول هم آورده است معلمه. بله امروز 50 لیره جمع کردم. خاطر نشو تو بگو باز 50 لیره دیگر جمع خواهم کرد. باز همان کارت رو میکنی سواش؟ من چی کار کردم؟ با مانندی دفعه گذشته کودک ها رو ناامید میکنی، فکر آخر رو نمیکنی. بعد من کوشش میکنم که این همه رو اصلاح کنم. از برای خدا سواش، با این پول مکتب رو نجات داده میشود. تو تنها هستی، من باشم یک معلمه عادی. خوش، من چون این پول رو در تنهایی بسیارتر جمع کرده میتوانم، اما مایلش. حق هستی، من تنها هستم. اگر من برای این 10 نفر باشند 500 لیره میشود. اگر 20 نفر شود 1000 لیره است. اگر 100 نفر شود این کار حال است بیاد. چی میگویی سواش؟ اینقدر آدم ها رو از کجا پیدا میکنی؟ من الکی یافتم. راه کرد میرویم. راه کرد. سواش ای؟ رفتیم. سواش کودک ها انتظارن آخر. سواش Sefinem gar kondu dert deryasına, sahrayı sinemi sel aldı gitti. Sefinem gar oldu dert deryasına, sahrayı sinemi sel aldı gitti. Hasret genç olmuştur dil Leylasına, bülbül tek zarımı gül aldı gitti. آقا خوب هستی؟ اما شبی درست خوب نکرده. چی شد؟ بچه ها شما رو به خانه ببرن؟ راست میگویی پسرم، پیر شدم. هر جان رفتم درد پیشینم را پر زور میکنند.
دلم دیگر تاب نمیارد. امک را به خانه برید، از نزدش دور نشوید. اگر یگان چی شود اول به من زنگ زنید. در اطراف کسی نیست. جناب تحسین، بسیار غمگین هستم جناب تحسین. دلیرانه مبارزه برد. درویش کوشش کرد که شما رو محافظت کند. خدا جایش رو جانت کند. آمین فرهاد، آمین. جناب، عملیات دیروزه رو کی کرده از فهمیدیم؟ جیته من هم میدانستم. با پلیس فشار آورده همه جسدها رو نیست کرده اند. عملیات دیروزه همچون حمله تروریستی به قید گرفته شده است. دویمو همین خیل است. دویمو فریبونه رنگ است. اما بس است فرهاد، بس است. اگر به خلق سیمای اینها رو نشان ندهیم، این چنین بسیار درویش ها رو به خاک میسپاریم. راه گرد. سواش مرا به کجا میبری؟ صبر کن، به از قریب آمدیم. خدایا، سواش آخر چرا به اینجا اومده؟ ای دخترک، او در اینجا چیکار میکند ها؟ این پسر قلیج دهن است. خواهرم بیاز، این آباش تو رو ناراحت میکند. نه اکا جان، نه، شما شینید به این همه رفتنی بودیم. بله، معلوم است که در اینجا همه من رو میشناسد. این منم، پسر قلیج که نامش تو به اینجا آمده است. منم. تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ بیرون برو. ما به تو بر این آدمان کار نداریم. سواش بیا رویم، التماس. بیاز، با یگانجا نمیروم. من اینجا همچون پسر قلیج نآمدم، برای تو آمدم. بله جنابان، به اینجا برای همسایه‌تان، برای دخترتان بیاز آمدم. هنگام خود نشاندهی این محله را از آن ما میگوید. خواهرتان یا همسایه‌تان را حتی خبر هم نگرفتید. بیاز، تنها خود مکتب دختر شما را یا مکتب یگان شناستان را نجات دادنی است. با در کسی نرفته و با شخص گپ نزدهش نماند. وقتی شد که برای آن کودکان سرش رو خم کرده پول طلب کرد. آیا اینها را میدانستید؟ این نابکار درست میگوید بیاز. البته راست میگویم. شمایان در اینجا چای گرم را نوشیده به خانه گرمتان میروید. گوشهایتان را محکم کرده در کدام محل بودن خواهرتان همسایه‌تان را نمیپرسید، به یاد هم نمیآورید. اما هنگامی در مشکلی بودن و گرسنه بودن همسایه تو نباید در خانه بشینی. تو بسیار سخنی درست میگویی، ولی ما یگان ذره پولی جمع کردن نداریم. چیکار کنیم؟ در دست و جمع کردن نداریم گفتنش آسان است. من از شما کاری دشوار را طلب میکنم. اگر لازم آید از ریسک فرزندانتان جدا کنید. من پسر قلیج دهنی مشهور با اون کودکان برای پول حلال آوردن از دستم چی کاری که آید من میکنم. موشین میشویم، مردی کاری میکنم، سنگ میکشانم، آب میکشانم، اما از اون کودکا روی نمیگردانم. با آن کودکا درم رو نمیپوشم. شمایان چی؟ شما همچنین کارو کرده میتوانید. جناب، چی خیلی که امر کردید جسدهای سربازهای دیروزه رو نیست کردیم. پلیس رو نیست حل کردیم. من بعد کسی سراغه ما رو یافته نمیتواند. میتوانیم که راحت باشیم. ها، در واقع آرخچی زنگ زد. میخواد با شما بخورد.
جناب شما خوب هستید؟ یگان چیز شد؟ به مانند این ماهیچه‌ای در فانوس بوده هستم ظفر. گویا که اطرافم احاطه شده باشد. هر قدمم زیر نظارت است. هر کاری که کردن میخواهم با خبر میشوم. گویا که فکری مرا پیش از من میدونسته باشند. حرکت کردن نمیتوانم. آخر من مغلوب نشونده بودم ظفر. آخر من کلیج دهن بودم. نه؟ ما در کجا خطا کردیم؟ نه؟ سیری ریسمون را در کجا از دست دادیم؟ اوستو خالد، من سخنهای تو صدقم بودن؟ ها؟ از صدق دل گفتی؟ حتی هر جملهش را. حالا میبینیم سواش دهان. میبینیم. محمود چه حال داری پسرم؟ خوبم شکرانه خدا. برای سلامتیتان دعاگو هستم. مرحمت شنید. تشکر. دختری تو چند ساله شد؟ اگر نصیب باشد خدا خواهد پس از 1 ماه 2 ساله می شود. بسیار خوب، بسیار خوب. در تولدخانه روز تولدش را در یاد دارم. تنها هم نبودید؟ تنها نبودیم، لیکن در بیمارخانه به گرو گرفته بودند. سلامت باشد، خواهرم بی‌از آمد. تو چی حال داری حسین؟ خوب هستی؟ پایهایم را حس نمی کنم، فشارم پست نمی شود، باز کسل قند هم هستم. آخر دختر تو را نگاه بین نمی کند؟ نگاه بین می کند، نخواد نگاه بین نکند. خب آوای دکتر شدنی بود؟ بله دکتر دل شدنی بود. دخترم قریب بود که از خواندن دست میکشید، بیاد سلامت باشد. با یافته دادن اداره پلی کمک کلانم کرد. جنابان، ما به اینجا برای تعریف کردن بیعز نآمده ایم، چون که همه همون میدانیم که در این محله در این نیست که دستیاری و نیکی دراز نکرده باشد. خوش ما چیکار کردیم؟ یگان کار نکردیم. فراموش نکنید که اگر امروز ما با او درمون را محکم کنیم و روی گردانیم، آن وقت ما از خدا برای یگان چیز طلب کردن باید که شرم کنیم. جناب حادثه را کی به عهده گرفت؟ میگویند که این حمله تروریستی است. شما چی فکر دارید؟ اگر جتیم به تروریست ها یا این که به این عمل چشم پوشیده باشد که معلومات های تا حاضر به دست آورده چنین میگوید، این چنین انگشتمان 1 نفر راهبرین تشکیلات قلیج دهن را اشارت میکند. فکر میکند ما را از بین برده، دعوا و فکرهایم را نیست میکند. بله، مرا کشته میتوانید، به مانند درویش که حالا جسدش خنک نشده است، اما فکرهایم را هیچگاه کشته نمیتوانید. با ما میگفتید که این معلومات رو چطور به دست آوردید؟ حالا بودن دست تشکیلات جیتیم نامعلوم است. نامعلوم نیست، به مانند روز عیان است. اگر از شب تابوت‌های شهیدان بیاید، یعنی به واسطه یا مستقیم، سایه آنها جای دارد. اگر انسان‌های نیک در جنگل با یک تیر کشته شده باشند، دانید که حیله است.
یا ایزی انگشتان دست افلاس وجود دارد، به ماننده که دیروز شبانه درویش گنداولو جان داد. خیر، اکنون شما چیکار میکنید؟ روح افتاده نمیشوم. حالا از این جای برآمده به دادگاه رفته آیید جنایتکاران دعوا میکشاید. حتما به مانند ما و مثل درویش رحمتی وطن دوست دادستان های جسور پیدا خواهد شد. دادستانی که از دست های افلاس نترسد. انسان هایی که بی وجدان و بی رحم هستند سالها آدمان بیگناه را عذاب دادند. کسی که به این کار شریک باشد آنها نیز دست خونین دارند. خون شهید. از اینجا به قلیج دهن میگویم، قلیج دهن، همین را بدان که مبارزه من نو آغاز می شود. باز خودت را گرفتار کردی. ما از تازه کردن افلاسی تو برای کار خود وقت نداریم. من به تو تحسین را تعقیب نکن گفته بودم. از در آنجا بودن تحسین بیخبر بودیم. ما فرهاد را جستجو داشتیم. دست کن کلیج، دست کن. از این فرهاد دست کش، از تحسین دست کش، اول از این احمقیت دست کش. تو تنها وظیفه های به تو داده را اجرا کن، اگر نه این مراتبه سخت پشیمان میشوی. بله، به این هم خواهشی آنها نیز همین است. آنها ظلم کنند و ما خاموش ایستیم. سرتان را بردارید جوانها. شما یگان کاری شرم آور نکرده اید. سر و دل شما راست است. زود باشید، بپا خیزید و مبارزه را آغاز کنید. مادامی که این خیل است، اول من سر میکنم. اینها چیستند؟ اینها لایحه 10 سال پیش کشیده شده شهرکمان است. با کم اصلاحات آماده میکنیم. یک وقتا این آرزوی من بود. حالا باشد این آرزوی توست ایاز. رو و آنها را عملی کن. تمام روندهای رسمی را آغاز نما. هر یک ثانیه بیهوده گذشته استخوانهای درویش را به درد میآورد. زود باشید، از پسی کار شوید. بیناموس ها، اگر از دستم می اومد این بینو را به سرشون چپا میکردم. فرهاد وعده داده بودی آرام شو. با غضب یگان چیز رو به دست نمیاری. آرام شده نمیتوانم گل. درویش مرد. باز یک بیگناه در پیش چشمم مرد و من یگان کار کرده نتوانستم. آدمانی در اطرافم بوده را حمایت کرده نتوانم. در نزد این سگا من چیکار دارم؟ یگید، از برای خدا آرام شو. فهمیدی؟ اگر خواهی که به جناب تحسین یاری دهیم، نقشه آینده کلیچ را باید بفهمیم. فهمیدی؟ رفیقان، مسئله های شخصی را در خانه حل میکنیم. آخر اینجا کارخانه است، همه خیل نه؟ دستت را بگیر. فهمو پسر، چرا عصبی میشوی؟ خدایا توبه. از عملیات تحسین کلاغلو چرا من خبر ندارم زفر؟ ما کی به تو حسابات داده بودیم جناب یگید؟
мин баъд ҳисобот медиҳӣ Зафар. ҳайвон, гӯш кун. ҷоятро бидон. асаби маро вайрон накун. йигит, илтимос. Зафар, гӯш кун. медонӣ дар амалиёти таҳсин кулоғлу аз аввал мо ҳам ҳастем. амалиётро аз роҳбар шунида ҳайрон шудем. йигит барои ҳамин асабӣ шуд. беҳуда асабӣ шудаед. мо намедонистем ки таҳсин ҳам дар он ҷо буд. амалиёт зидди таҳсин набуд. агар мебуд шумо ҳам хабардор мешудед. чӣ хел? барои чӣ амалиёт гузаронидед? ҳадафатон кӣ буд? фарҳод. ҳадаф фарҳод буд. фарҳод гуфтӣ? ба ӯ нигоҳ кун ҷонон. бо як мушкилӣ ба пӯ истодааст. мо хоҳарамонро ёфтему, ҳамроҳи мо балоҳо хоҳарамонро ёфт. шояд ӯ мегӯяд ки кош акаҳоямро намеёфтам. ба фикри ман баръакс аст. хайрият ки акаҳоям дар барам аст мегӯяд. агар оила такягоҳ бошад, кас дар зиндагӣ ҳеҷ гоҳ пеши по намехӯрдааст. ҳақ астӣ ҷонон, ҳақ астӣ. то даме ки мо муттаҳид бошем, ҳамааш ҳал мешавад. ба ту ваъда медиҳам, рӯзҳои хуб наздиканд ҷонон. ҳамин нақшаро мо амалӣ гардонем, дуои неки одамонро гирем, он гоҳ касе ба мо халал расонда наметавонад. то даме ки дасти ба даст бошем, ягон коре нест ки ҳал карда натавонем. ҷонон, розӣ ҳастӣ ки ин корро якҷоя амалӣ кунем? албатта розӣ ҳастам. чӣ хеле ки ҷаноби ҳасан гуфтанд, минбаъд сарамонро хам нахоҳем кард. иншоаллоҳ ҷонон. тариқ тариқ, дар инҷо чӣ кор мекунӣ? хуб ҳастӣ? ягон воқеа шуд? гап зан охир. апа, туро сахт ёд кардам. яъне ниҳоят изи фарҳодро пайдо кардаед. кошки маро низ ба амалиёт ҷиғ мезадед. шояд монеа мешудам. нафаҳмидам. ба чӣ монеа мешудӣ? ба гурехтани фарҳод. инро бибин, а? ба ту як чиз мегӯям. ба фикри ман ту худро ин қадар ҳам муҳим надон, ҷаноби йигит. эй нобакор, мо бо танку тӯфанг ҳамла карда дастгир карда натавонистему, ту бошӣ дар танҳоӣ дастгир мекардӣ? он лаънати гург аст, дар кӯҳу биёбон мегардад. дастгир кардани ӯ насиби ҳар як ҷавонмард намегардад. ту аз паси корат шав. хош, изашро чӣ хел пайдо кардед? дар он ҷо буданашро аз куҷо фаҳмидед? як одамамон хабар дод. ки? йилдиз гуфтани як духтар. ин мавзӯъ ба шумо дахл надорад. ҳама аз паси кори худаш равад. бешин. ҷаноби йигит, ҳуҷҷати дар даст доштаатро чӣ кор кардӣ? нақшаи нест кардан омода аст? ҳанӯз не ҷаноб, вале дар сари он кор карда истодаам. аз ин бармеояд ки оиди ин кор карда истодаӣ. ҳоло мебинем ки чӣ қадар кор кардаӣ. зафар, гурӯҳи несткунандаро ҷамъ кун. аз онҳо баёнот мегирам. итоат ҷаноб. бароед. чӣ? духтари мо чӣ шуд? аз йилдиз ягон хабар ҳаст? ҳанӯз не ҷаноб. ин духтар ба ягон муаммо дучор нашуда бошад. девона мешавам. дар он ҷо будани туро аз куҷо медонанд? йилдиз кист? намедонам гул, аммо касе ки набошад маълум аст ки моро таъқиб мекунад. дар он ҷо буданамро медонад, вале кӣ буданамро не. агар медонист кайҳо мемурдам. акнун чӣ кор мекунем? ту бифаҳм ки ин йилдиз кист, чӣ найрангҳо мекунад. ман ҳам барои маълумот ҷамъ кардан кӯшиш мекунам. фаҳмо? фаҳмо. фарҳод, худатро эҳтиёт кун. ҳангоми аз ту шубҳа карданашон аз ин ҷо рав. фаҳмидӣ?
اپا التماس گپ رو بسیار نکرده به خونه برگرد. پدرم چنان پشیمان شده است که تا سحر بیچاره خواب نمیکنه. مرد چند ساله است آخر عیب است. برای من عیب نیست طریق. با کودک خرسا رحم نکرده است. از آغوش مادرم مرا گرفته است. برای چی باید رحم کنم؟ با من باور کن که ذره برای او غمگین نیستم. گناهکاران باید جزا گیرند. چه تمام عمر او را نمیبخشی؟ اگر تنها من رو عذاب میداد شاید میبخشیدم، اما جبری به مادرم کردهش رو بخشیده نمیتوانم. اگر او رو ببخشم به روح مادرم خیانت میکنم طریق. مالش اهمیت نده، فکر اینها رو نکن، غمگین نشو. همه چیز خواست خدا است. گناه کن. تو چی کار میکنی؟ همه کارهایت خوبند؟ چه خوب شود اپا، حالا من روز به روز بدتر میشود. سواش ایوان شرکت را از خود کرد. شاید شنیده باشی با پدرم مناقشه میکنند. چه حالی داشته باشن خودشون میدونند. به اینم من بعد عربای خودم را خودم میکشم. مثلا چی؟ کار جستجو میکنم. من بعد با مهنت خودم پول کار میکنم. نه به پدرم نه به دیگری محتاج میشم. به خلاصه درست اومده ای. بخیر شود. میبینیم یک هفته میشود که به ملاقات کاری میروم. حتی یک شرکت امروز زنگ زد. خیر قبول کردند. نمیشود گفت. اما غمگین نشو. به اینم اون مرد به من معقول نشد. یک مدیر افلاس خواهیم. ها طریق همراهی ایاز نقشه انشاءاتی نو رو عملی کردنیم. همه چیز رو از صفر سر میکنیم. همین طور به تو بر این شخص احتیاج داریم. میخوای که همراه ما کار کنی؟ جانانی جان، من بر این کارگری با مهارت و زیبا را همه میخواد اما من در زیر دست اون بدبختی افلاس کار نمیکنم. طریق سخنی نیک بگو. در کاری ما کسی زیر دستی کسی کار نمیکنه. تنها با کاری خیر سبب میشویم. این خیلی باشد میلش. با شما برای کار من رفتم. طریق اپا از شنیدن این نام ایاس من الرژی دارم. انگام شنیدن این نامش ناراحت میشم. بین چشمم میپرد. خیر به من اجازت. تو با فکر خودش با طریق پدری میکنه. احمق گفته پسرم رو احمق کرد. آخر دخترش که از دست رفته است برای همین قدر این رو میفهمد. لیکن من باور نمیکنم. پسرم رو از من خونو کرده نمیتوانی هلدون. گفتم طریق با واسطه مادرش تکرارا صاحب شرکت شدنش رو فهمد. باز با مانند گربه در اطراف پدرش در میزده باشد. هلدون تو حالا با صابونی من جامشویی نکرده ای. من ندانم که تو چقدر امیدوار هستی. رفیقان وظیفه های به شما دادم چی شد؟ تا حال حلوای کسی را نخورده ایم. چند روز باز استراحت میکنید؟ نظارت میکنیم جناب. برای از قفایمون دلیل نگذاشتن نقشه میکشیم. از نام خود گفزن شیر بچه. من نقشه نمیکشم، زود حمله میکنم. این چی بوده است؟ روزی وزنین سیاستمدار حاجی حمید پسر 10 سالش رو در صدمه نقلیات از دست داد. چی؟ پسر آن شخص را نیز کشتی؟ همین خیلم گویم میشود کمان دارم. از کودک چی میخواستی؟ وظیفت کشتن پدرش بود نه پسرش. گوشت را گشاده مرا با دقت گوش کن جناب یگید. قانون یکمی نیست کردن از قفایت دلیل نگذاشتن است. قانون دویمی نیست کردن از قفایت دشمن نگیر. اگر سری یگان کس رو بریدنی باشی اولاد و اجدادش را نیز نیست میکنی. وگرنه روزی میشود که فرزندانش کلان شده برای قصد گرفتن پیش راحت را میگیرن و جای گریز را جستجو میکنی. انا همین خیل است. به مانند فرهاد سگ است. آفرین پولاد، آفرین. تشکر. کودک پدرش را یاد نکرده زود به نزدش فرستاده ای. بله جناب دونجر، شما چیکار کردید؟ معمای روزنامه نگار را. این شخص تا حال به مانند شکرک صلح در اطراف دور میزند. تیوری دیدم. در دوام 2 روز به آخر میرسد. بسیار خوب. از این برمی آید که با تو خرسندی میکنیم. اینها خبرهای خوش است. از این برمی آید که غیر از یگید همه به درس تیار شدند. بله جناب یگید، دفعه آینده نگرد.
بلکه کار میخواهم. اکنون برای این یلدیز کیست؟ در یگون عملیات ثبت نام نشده است. درو با جاسوسان نو شما مشغول میشدید خانم گل. برای درس مهارت شما را انتظارند. کار دارم، دیگر کس رود. قماندان کلی شخصا شما را طلب کردند. مایلش رو. دکانی گفتم همینجاست برادر. از احوالش معلوم است که مدت زیاد استفاده نشده است. این چون این تعمیر طلب است. چی میگویی جانم؟ اینجا رو آفیس کنیم میشود؟ بیرون رو به ترتیب دراریم. باز دیوارها رو رنگ سفید کنیم. وسیع نمی نماید و تازگی مکمل کنیم. کفایه است. دیوارها رو تو همراه اکای فرهاد رنگ میکنیم. ما همراه بیاز تازه میکنیم. بیاز؟ لبای میگویم که دکان رو همراه تازه کنیم. البته خیر، مادامی که خواهرم میشود گفت این کار حل است. بسیار خوب. مبارک شود. تشکر. مبارک شود دخترم. سر کردن ده؟ سر کردن بشیر. من بد سگ و شغل از قفایشان دور نخواهد شد. با دقت آنها را نظارت کن. هم ایاز هم جنان به شما امانت است. خواطر نشوید خانم. هر قدمی گذاشتهشان را تعقیب خواهیم کرد. باری دیگر مبارک شود. پگاه آمده گراپولی را میدیم. شرطنامه را نیز امضا میکنیم خدا خواهد. انشالله. تشکر. بیایید رفتیم. هالدون؟ جانان دخترم. قماندان یک چیز را بپرسم. اول کار را اجرا کن بعد. تمام شد. این را از کجا یاد گرفتی؟ کمی پیش شما یاد دادید قماندان. یک بار دیگر تکرار کن. اما اول باید سوال میپرسیدم بعد دادید. مایلش پرس. قماندان ما کی ادای وظیفه میکنیم؟ کی که تیار شوید همان وقت به کار شروع میکنید. خوش اگر هنگامی ادای وظیفه ناموفق شویم میرانند. دیگر سوال نپرس. اما 2 مراتب اجرا کردم. برای 2 مراتب سوال دادن حق ندارم؟ به این هم 2 سوال دادی. تو چی نام داری؟ آیشه اردک ارزروم. امرگیت قماندان. گوش کن آیشه اردک. بار دیگر سوال دهی ادای وظیفه نکرده رانده میشوی. فهمیدی؟ فهمیدم قماندان. بشین. شما باشد مسخره نکرده از رفیقتان یگان چیز را بیاموزید. اکنون مشق کنید. باید یلدز گفتنی دختر رو پیدا کنم، لیکن من با چی کار مشغول هستم؟ شما در اینجا چی کار میکنید؟ مرا چی خیال یافتید؟ جانان دخترم برای صحبت کردن آمدم. ما یگان گپی میگفتگی نداریم. روید از اینجا. دخترم من خطا کردم تو نکن. اول من رو گوش کن. پدر یگان گپی میگفته اتون مادرم رو بر نمیگرداند. برای همین گپ نزنید. التماس است برای خدا گپ نزنید. نه آوازتون رو شنیدن میخواهم نه رویتون رو دیدن. هر باری که شما رو ببینم درد بی مادری رو در اینجا حس میکنم. هر باری که به شما می‌نگرم سالهای بی مادریم به یادم میآیند. نفس کشیده نمیتوانم. پدر مرا میکشید.
اگر در باطنتون همین قدر محبت و قدر باشد روید و نزدم نآید. ماند آزاد نفس گیرم. رفتیم. خانم تا حال چرا انتظار هستیم؟ به هر دوتان عذاب نیست؟ برای چی به دخترتان نمیگویید؟ برای آن که بسیار دیر شده است بشیر. تو این وقت در کجا بودید؟ چرا نآمدید نمیگوید؟ حسابات اینقدر سال رو چخل میدیم. بیناموس این را ببین. پولاد بیناموس بیسر این شخص را کشته است. بیناموس از کودک خردسال چی میخواستی؟ او چی گناه داشت؟ اینها از خدا نمیترسند گل، از خدا نمیترسند. کودک آخر چی گناه داشت؟ نگاه کرده دلم ریش ریش میشود. خدایا دیوانه میشود. کم مونده است فرهاد. خدا خواهد همه‌اش رو یک یک فوش میکنیم. با مانند سایه از خفایشان رفته همه نیرنگشان رو فوش میکنیم. خواطر نشو. تونجل بعدی 2 روز حجت ها را محکم میکند. من سحر آن مرد را آگاه میکنم. اگر خوی من همراه تو میروم. نه، تو بر وقتر یلدیز گفتنی خوین را پیدا کن. کی بوده است؟ چی خیل ما را یافته است؟ بفهم. بیاز خواهرم خوب استی؟ عذر میخواهم، بسیار عذر میخواهم. هیچ گپ نیست، بی‌ضرر است. برای چی عذر میپرسی؟ بیمون باز دستت رو نبری. بیاز خوب استی؟ التماس مرا ببخشید، مرا ببخشید. فهم و آرام شو بیاز. با 2 قدح نمیارزد. هرگز گریه نکن. طاقت دیدن اشک چشمانت رو ندارم خواهرم. سلام. مرحمت رئیسه. این نتیجه امروز است. آفرین، امروز بسیار کار کرده ای. تشکر. اکنون به من اجازت، من میروم. شام بخیر. سواش. این در حقیقت تو هستی یا اینکه باز مرا فریب میکنی؟ تو همان شخصی هستی که ما رو از شرکت بیرحمانه رانده بودی و استا خالد را معیوب کردی و رفتی، یا شخصی هستی که این پول رو به دستم داده ای؟ تو کی هستی سواش؟ من پسر قلیج دهن سواش دهن هستم. میدانی بیاز، یک روز پدرم گفتن که خم نمیکنی. یکی پیدا شد سرم رو خم کنند. خم شدن رو نیز آموختم. مغلوب نمیشوی گفتند، اما شخصی بر من غالب برآمد. مغلوب شدن رو نیز یاد گرفتم. دوست نمیداری گفتند پدرم، ولی شخصی پیدا شده محبت رو از من گرفت. یاد میگیرم بیاز، تا حال یاد میگیرم. خطا بودن یاد داده های پدرم رو میآموزم. تو فکر میکنی که پدرم رو میشناسی، اما نمیشناسی. او از آنه که تو رو میشناسی ظالم تر است. مرد بیرحم است. از من انسانگری را گرفت، وجدانم را گرفت. حالا باشد من چیزهای گرفته‌اش را برای برگردانیدن کوشش میکنم، برای انسان شدن کوشش میکنم. تو که هستی فرهاد؟ که هستی؟ جناب اجازت هست؟ از یلدیز تا حال خبری نیست، اما از قفای تحسین شخصی را گذاشتم. فکر کردم که اگر آن شب همراه یلدیز باشد تکرارم به تماس میبراید. قماندان، بسیار دلگیر شدم ظفر، بسیار دلگیر شدم. این فانوس برایم تنگ است. من باید در اقیانوس باشم.
من باید فرهاد را پیدا کنم، وگرنه او مرا پیدا می کند و این آخری کاری من می شود. به من فرهاد را بیار. پسرم از سحر در کجا بودی؟ از خواطر شدم قریب میمردم. انسان باید خبر داده رود. مادر خواطر نشوید، آدمی گنده نمیمیرد. بی تربیه. من برای تو دل جگرم را پاره پاره کنم، تو باشی آمده مادرت را دشنام کن. آفرین پسرم. مادر بهتر گیره کنید، حالا من خستم. طریق شرکت را به نام تو میگذرانم. چی؟ ده بین سوش آمد. تو اکنون اون گرنگ رو تماشا کن. این زن دیوانه شده است. چی مشکلی دارد؟ خوش آمدی پسری زیبایم. بیا بیا بیا. تو را بسیار یاد کردم فرزند زیبایم. مرحمت به اینجا بشین. خوله پیک مرا جیغ زده تینجی است. سوش پسرم، چه خیلی که شنیدم شرکت رو بنامی خود کرده ای. اما در بین ما دیگر شرط نامه بود. البته میفهمم که کارت بسیار است، برای همین از خاطرت بر اومده است. برای همین من به تو خاطر رسان میکنم. برای از شرکت طلب نکردن یگان چیز شرط نامه هست و از روی این شرط نامه شرکت رو از آن خود کردن نمیتوانی. پسرم سحر همراهی طریق به نوتاریوس رفته شرکت رو به نام پسرم نام نویس کن. آفرین پسرم، اجرا کن. نمی شود. این یک شرطنامه اویله دار شوی است. هنگامی با جانان اویله دار شدن این شرطنامه عملی می شود و من پگاه به نوتاریوس رفته نمی توانم. سحری بر وقت به دادگاه رفته دعوا می کنم. مادر این مرد کیست؟ یا اینکه با پدرم خیانت میکنید؟ خب کن سبسته نخوان. نه مادرت پولی پدرت را بسیار دیده با مدیران بانک پوره میدهد طریق جان. حیرت خانم پیک هنگام قلابی کردنش دستگیر شد. صورت حسابایی که برای عیاز کشوده شده است ساخته بوده است. جوانی در خانه بوده رو چه خیلی فریب کردند. باقی مانده خبر رو بعدتر تماشا میکنید. خوش، من این را گیرم به شما تماشای خوش را تمنا میکنم خانمی بیک. خورسندانه رفت. چی گپ شده؟ خب کن حاضر چنان میزنم که جانت میبرایم. مشت میگید؟ پدرم آمدن. آخرین سخنهای پدرم است. لبای روزی خوش خانم. باید با جناب افق واخورم. گفتن که در خانه اشان هستند. حالا همسرم در خانه نیست. کمی پس می آید. یا اینکه امروز عموما نمی آید. شما خوب هستید؟ قماندانم
باز این از کجا پیدا شد؟ قماندان آیشه اردک ارزروم و شما یک گفتنی دارم. مسافه بین ما 10 سانتی متر است. برای چی داد میزنی آیشه؟ باید من با شما صحبت کنم قماندان. یگان کس مرد؟ نه کسی نمرده است. خوب اگر مرده نباشد عاجل نیست. بعد بیا. تو نه. میخواهم که یک چیز رو جستجو کنی. بفرمایید خانم. شخصی رو جستجو دارم که به بخش ما دخل دارد. نسبش نیست. تنها نامش رو میدانم. گپ زنید میبینم. یلدیز گفتنی شخص است. یک میبینی؟ مساعدت کنید. انگشتتون خونشور است. خوب است خانم؟ هنگام تیار کردن خوراک شد. خوبه شما را دید التماس. وای گذر میگویم. درو سرده. آرام شوید جا نکنم. همش خوب میشود. چی بود است؟ شاورش نه؟ چه خیل دونم فرستادم رفت. با شاورت عاجلا بیا نگفتی؟ در کجا است؟ نمیدونم چیزی رو که خواست کردم. اکنون ما رو ناراحت نکنه. ما رو به حال خود گذاره. به حال خود. بیهوده نیست. اما جا رو ولنگار کن. نمایش دزدی شود. فهمیدی؟ پریشان کن. شما میمیرید. تونجار کودکان را هم امر است. کودک یا دیگر چیز فرق ندارد. خب کنید گفتم. هیچ ممکن نیست. این بیناموس ها در همینجا هستند. چرا با تلفن جواب نمیدهند؟ عجبا کودک ها بیمار شده باشند. نابکار زنگ نزن. زنگ اینجا بیا. بامو نترسید. آرام باشه. جا نکنم. آرام. التجا میکنم. آرام باشه. آواز نبرارید. شما برای چی ویز میکنید؟ چی گپ شد؟ چی شد گفتم؟ هیچ گپ نیست. کودک ها رو میترسونه. التجا میکنم. این خیلی نکنید. کی سرش را پورا نکنم. آمد. رفته ببین. در آنجا چی که پس دومه؟ 「
در آنجا کی هست؟ چی کار میکنی؟ پسرم رو سرده با سرش میپرونم. فهمیدی؟ فهمم. در آنجا کی هست؟ دو سه میشمارم وگرنه کودک را میپرونم. التماس یکم کار نکن. التماس. یک. دو. التجا میکنم یکم کار نکن. اینجا بیا. نالان فرزندانم. تشکری زیاد. اکنون آروم شوید. من بعد خطری نیست. نالان جانم چی گپ است؟ نالان خوب هستید؟ چیکار کردی؟ یافته توانستی؟ با نام ایلدیز یگان کارگر نداریم خانم. شاید نو آمده باشد. معلومات آنها در کجا می ایستد؟ در بایگانه پایان. قماندان آیشه اردک ارزورم. داد نزن گفتم. داد نزن. قماندان باید یک صحبت کنیم. من با شما گپ دارم. اگر باری دیگر به نزدم بیایی این دستت رو میشکنم. فهمیدی؟ قماندان درد میکند. اوف. برای چی؟ برای چی مرا کشتن میخواهند؟ چون که شما آباد کردن میخواهید. آنها باشد خراب. تا امروز چند مقاله آید سلاحدار خون نمیریزد نوشتید؟ 20 30 تا هست؟ شاید بسیارتر باشد. هر کدامش رو 10 جوان خونده باشد. از آن جوان ها تنها یکی به راه راست هدایت یابد. این معنای آن را دارد که شما خدمت خوب کرده اید. فکر میکنن که دست میکشم. آنها میخواهند گفته خواب میشوم. با شرف و ناموسم قسم میخورم نمیگذارم که به شما مانع شوند. مقاله ها نوشتن گیرید. بدا میگذاشتهشان خودشون گرفتار شوند گفته همه یک جای دعا میکنیم. اما اول یک مدت شما باید از چشم دور باشید. به یگان مهمانخانه خرد کوچید که از چشم دور و ناعیان باشد. من با شما به تماس میبرایم. کودک‌ها را احتیاط کنید. به مانند خودتان با ناموس و برای وطن و ملت فرزندی نیک تربیت کنید. خدا حافظ. جوان خوب. چه نام داری؟ عاشق دعوا، خواهد دیوانه، مجنون اگر خواهد، کریم یا اینکه فرهاد گوید. خودتان میدونید. خدا نگهبانتون. خدا یارت باد جوان دیوانه. تو کیستی یلدیز؟ کیستی؟ من گناهگارم. به همش من گناهگارم. کسی که به این کار شریک باشد آنها نیز دست خونین دارند. خون شهید. از اینجا به قلیج دهن میگویم. قلیج دهن، همین را بدان که مبارزه من نو آغاز می شود. من تو را برای گریه کردن به آنجا فرستادم. گریه نکن. گریه نکن. به من فرهاد را بیار. مرا به حالم گذار. مرا به حالم گذار.
بیاس جانم آرام شو. با تو چی شد؟ بیاس از کارهای شده ترسیده ای. آرام شو. تمام گذشت. آرام شو. ака ту бояд ҳатман намоишот кунӣ а? инсон бар ин додар гӯй агар мемирӣ. чӣ кор кунам, ба ин корҳо одат накардаам. рафтем. бе ин ҳам ҳар рӯзи мо пур аз ташвиш аст. ё ҳамла мекунанд ё моро асир мегиранд. ин кори ман аст ака. намедонам ки ман рембоям ё сохтмончӣ. ту чӣ кор кардӣ? огоҳ карда тавонистӣ? ҳамин хел хуб аст. аҳамият надеҳ. омода кардӣ? не, дӯзанда ҳусейн набуд. ман бошам таваккалӣ коре кардам. сюрприз, ҳоло мебинӣ. умедворам ки сюрпризи бемаънӣ нест. вагарна мӯйҳоятро як мекунам, фаҳмидӣ? худоё тавба. бирон ака, бирон. зуд бош, меравем. برای چی ایستاده مپای بیاد؟ جانم رسمانی پای افضلم رو میبندم میرویم. سلام. با من چی شد خدایا؟ لبای؟ نه جانم هیچ گپ نیست. آفرین. با من همین خیلی نگاه کن. جگرت آب شود. با کاتایاس در روزهای نزدیک توفای بهترین رو میدهم. صبر کن. تابت بریده است اکا؟ بریده است. این را بگیر. چه خیلی که مصلحت کردیم. دهانت رو پوش، کیسه‌ات پر می شود. فهمیدی؟ این خیل نگو اکا. دکان از آن توست. حالت خوب است؟ با کارهای شده تو عیبدار نیستی. چیزهای وزنین رو پسی سر کردی میفهمم. اما تو با کهایت نه درد بلکه امید آوردی. دیگر غمگین نشو. من به تو آب میارم. Şavurdek Erzurum. ای قماندان دستم رو نشکنید. از برای خدا یک چیز گفتنی هم آخر. گوش کن. میدونی چی کار میکنم؟ تو رو گوش میکنم. چی معما داری؟ زود باش با من بگو. فقط جدی باش. نقل کن. بعد از اینجا دف شده رو. خوب شده از قماندان. اکنون گپ زنم ممکن؟ بگو ایشه بگو. چی؟ ما در حجره‌مون 3 نفر هستیم، اما تا حال یک نفری ما نیست. همراهی میربه صحبت کردم و میخواهد که به حجره ما بیاد، اما برای عوض کردن حجره باید از قماندان اجازت گیریم. از بس که من شما رو با خود نزدیک میدونم، برای همین ایستو. تو مرا با خودت نزدیک میدونی؟ تو تا این وقت برای همین در اطراف من میگردی. برای عوض حجره به نزدم اومدی، همین طور؟ بله همین خیلی. اما قماندان گوش کن آی شاوردک.
باری دیگر وقتی که نام مرا میگیری یا زخمی باش یا اینکه در بستری مرد باش وگرنه تو را با دستان خودم میکشم. فهمیدی؟ آی شاهورده اطاعت قماندان. اکنون از اینجا دفع شده رو. دفع شو. آفرین یلدیز، آفرین، کاری کردن رو کردی. ایستو. اینجا بیا. تو چی گفتی؟ چیز گفتم. وای یلدیز، وای گفت که من پای کردم. مرحمت گیر خواهر جان. پس از حادثه گذشته اکای سجید گرفته مانده است. دوزنده حسین را نیافتم و خودم دوختم. چه خیل شده است؟ التماس مرا ببخشید. سببگار این همه حادثه ها من هستم. بیهوده خودت را گناهگار نکن خواهرم. سری موقعی از بلا خلاص شده بود که حالا خلاص شود. تو نوری چشمانمان هستی خواهرم. بیاز؟ آیاز ایست. او از حادثه های شده سخت عصبی شده است. او رو به حالش گذار. اصلا همسال هستیم اما نه اونقدر صمیمی بود. او به این هم دختری کمگاه بود. آیشا زود باش، با من رسمش لازم است. ای چقدر خراب بر اومده آمد. کدامش بگو، کدامش است؟ این است یلدیز توران. خدای توبه، این همان است. بیاس. چی گپ است اکا؟ آیا از اندازه این چند؟ 42 اکا؟ ای باشه نقش این 42 رو با پیشانت ثبت میکنم. آن لختک رو چی خیل دختی؟ مثل جادوگر. خدایا توبه. آخر دهانش یک طرف، بینیش در یک طرف، گوشش در یک طرف دیگر. خواهرم هم دید و ترسیده گریخت. چیکار کنم اکا؟ من دختر رو از کجا دانم؟ دوزنده هستم. دوزنده حسین رو نیافتم و خودم کاری کردم دوختم. مادامی که زوری باید تو خودت میدوختی. ای گرنگ، با تو یک سپاری شک دادم، همین خیل پشیمان شدم. خدایا توبه. این خیل شدنش را نمیخواستم. التماس مرا ببخشید. این ناممکن است. Doblado en Olimbusan, México. La venganza.